قدی بلند، اندامی تنومند و سیمایی برازنده داشت. چشمان درشت و نافذ، ابروانی پرپشت و رخساره‌ای سرخ که نشانی از نیروی درونیش بود. اما در پس این چهره پرهیبت شخصیتی پیچیده پنهان شده بود. نادرشاه مردی بود که می توانست در یک لحظه بخشنده و در لحظه دیگر بیرحم باشد. اراده ای آهنین داشت، اما تردید و سوءظن آرام آرام ذهنش را تسخیر کرد. او که با نبوغ و جسارت ایران را از نابودی نجات داده بود، چطور به پادشاهی تبدیل شد که حتی نزدیکترین افرادش هم از او وحشت داشتند. در این ویدیو نگاهی نزدیکتر به شخصیت نادرشاه خواهیم داشت. مردی که نه فقط در میدان نبرد بلکه در درون خودش هم با دشمنانی سرسخت روبرو بود. اگر بخوایم بررسی تیپ ظاهری و شخصیت نادرشاه رو به دو بخش تقسیم کنیم، کمتر اختلافی در رابطه با توصیف قیافه ظاهری و عینیش مشاهده میشه. مثلا اکثرا از قد بلند 180 سانتی متری و چهره آفتاب سوخته و صدای بلند و رساش خیلی گفتن، ولی در مورد اخلاق و رفتارش دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. این اختلاف نظرها خب طبیعیه، چون نادر هم طبق سیر تحولات و اون نقشی که توی شرایط و محیط‌های گوناگون ایفا می‌کرده دچار تغییر رفتار شده و هیچ کسی رو نمیشه پیدا کرد که این تغییر رفتار رو تجربه نکرده باشه و حتی گاهی اوقات هم دچار لغزش و انحراف نشده باشه. همونطوری که همه باور دارن نادر یه فرد نظامی و از نوابغ تاریخ بوده، بنابراین نباید انتظاری فراتر از سیستم حکومتی و فرهنگ حاکم به زمان نادر و تخصص نادر داشت. اینم باید گفت که نادر سوادی نداشته که بخواد با مطالعه از تجربه بقیه استفاده کنه. همه اندوخته‌های ذهنیش حاصل تجربیات شخصی خودش بوده. نادر پرورده نظام کوهستان و البته گله‌داریه که با دو برابرش بیکتاش و بابر به این کارها اشتغال داشتن. اون بی سوادیه که با کارهای عجیب و تاریخ ساز خودش هر فردی رو به تفکر واداشته که این اطلاعات و تسلط به فرهنگ و جغرافیای کشور رو اصلا از کجا یاد گرفته. این رو هم بهتون بگم، بی سوادی برای کسانی که خارج از دربار بودن در اون زمان یک چیز کاملا رایج و عادی بود و معمولا سرسلسله حکومت‌ها اکثرا افراد بی سوادی بودن. پس نمیشه از این بابت به نادر خورده گرفت و شخصیتش رو پایین آورد. سر پرسی سایکس توی یک جمع‌بندی کلی می‌نویسه تحلیل اخلاق نادر مشکل نیست. دارای بدنی عالی، ظاهری زیبا و صدایی رعدآسا و شجاعت و تصمیم فتورناپذیره. حقیقت این رو من خودم هم نمیتونم درست تلفظش کنم دیگه، امیدوارم درست کنده باشم. برای رهبری و سرداری خلق شده بود و با تدبیر جنگی خودش به اوج شهرت رسید. حافظش بهت آور و در مردانگی بی‌نظیر و توی شناختن فن جنگ ها ماهر بود. در ابتدا بزرگمنش و مهربان و به موجب وصف آبراهام کریتی برای بخشودن خطای دیگران آماده بود، ولی بعد از تصرف دهلی خسیس شد. سر مورتیمر دوراند باور داره که بین نادر فاتح آسیا و ناپلئون فاتح اروپا یه شباهت عجیب وجود داره، هم از لحاظ وسعت فتوحات و هم از لحاظ انحطاط اخلاقی که قدرت بهشون داد. اگه نادر بعد از لشکرکشی به هند و بخارا و خیوه مرده بود، حتما برای همیشه قهرمان ملی حساب می شد، ولی زنده موند و کار به جایی رسید که ملتی که اون رو از انقراض نجات داده بود اون رو منفور می دونستن و حق چیزی بود که مورتیمر دوراند می نوشت. افسوس که ملتی که او آن را از انقراض نجات داد او را منفور شمرد و علیه جان او سوء قصد کرد و با نیرنگ و تقطین و چاپلوسی سبب شد که پسر ارشد و جانشین خود را کور کند و از هیچ گونه ناسپاسی و یاغیگری و نافرمانی نسبت به وی خودداری نکردند. نادر مثل بقیه پادشاه‌های همعصر خودش که به حکومت رسیدن یک فرد مطلقه، یعنی کسی که حرف خودش بود و به قول امروزی ها دیکتاتور بود و تمام دستورات از سمت اون صادر می شد. توی اخلاق و رفتارش گاهی ثباتی وجود نداشت و اطرافیاش
همیشه با احتیاط رفتار میکردن که مبادا سرشون از دست بدن. بعد از تصرف دهلی و کسب غنایم، این خصوصیت غرور و تکبر با حرص و ولع مادی توی نادر مشاهده میشه. بعد از این مقطع حرکاتی هم ازش سر میزنه که علاوه بر قتل مباشرین و ظلم به مردمش، اون کاریه که با زنان داغستان کرد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. دکتر شعبانی توی یه روایت باور نکردنی مربوط به همین ایام مینویسه که چنان که در هنگام حمله به یک گردن شخص نادر در معرض خطر بزرگی واقع شده و از هر طرف تیر به سمت او میباریده است، یکی از سرداران به سوی نادر شتافته و برای حمایت از او خود را کمی بالاتر از آن جانب که خطر بیشتر بود قرار داده. پس از مراجعت شاه او را احضار کرده و پرسیده که چرا خود را پیش روی او جای داده. آن مرد گفت برای آنکه جان خود را فدا نمایم تا حیات شاهنشاه در مقام خطر نیفتد. نادرشاه خشمگین گردید و گفت آیا تو مرا مرد جوانی میپنداری؟ آنگاه فرمود که او را در حال خفه کنند. امر پادشاه اجرا شد، ولی جوان مردی نیز همان پاداش را یافت که بی‌غیرتی و خیانت را در خور بود. البته آقای دکتر شعبانی در مورد رفتار هر روزه نادر می‌نویسه که پادشاه ایران همه روزه بعد از نماز صبح بر تخت می‌نشیند و بالای سرش چتری از طلا قرار می‌دهند. هزاران جوان با علم ابریشم قرمز و منگوله نقره به ترتیب به مسافت معین می‌ایستند. 500 نفر غلام از 12 تا 20 ساله، نصفی در راست و نصفی در چپ صف می‌کشند. بزرگان در مقابل می‌ایستند، عریض بیگی در میان قرار می‌گیرد و عرایض را از لحاظ او می‌گذراند. برای اینکه با قیافه و چهره و حالای قسمتی از زندگی این مرد عجیب که خونه و کاشانش فقط زین اسبش بود و به جای تاج از یک کلاه 4 ترکه استفاده می‌کرد بهتر آشنا بشیم، به توصیف جیمز فریزر که مربوط به قبل از قشونکشی نادر به هنده اشاره میکنیم که مینویسه نادرشاه قریب 55 سال سن دارد. قد او قریب 6 پا یا 180 سانت می شود. متناسب الخلقه، تنومند و قوی البنی است. رخساره او سرخ دموی است. مزاج مایل به سمن است، ولی زحماتی که متحمل است مانع از بروزان است. چشم و ابروی درشت، سیاه و سیمایی برازنده دارد که مانند آن کمتر دیدم. صدمه‌ای که از آفتاب و تصرف هوا به رخساره او رسیده منظر مردانه‌ای به او داده و صدای او به طوری بلند و قوی است که اغلب بدون عنف از قریب 100 ذراع فاصله فرمان می‌دهد. هر ذراع 104 سانت. شراب به حد اعتدال می‌خورد، به زن بی اندازه مایل است و در تجدید ملاقات آنها اهتمام دارد و در عین حال این فقره را مانع از کار قرار نمی‌دهد. ساعتی که با زنها در اندرون به سر میبرد قلیل است. کمتر اتفاق میافتد که قبل از 1 ساعت به نصف شب مانده یا نصف شب به اندرون برود. 5 ساعت از نصف شب گذشته برخاسته بیرون میآید. غذای او بسیار کم و ساده، اغلب پلو و غذاهای معمول است و اگر تراکم امور دولتی زیاد باشد از غذا غفلت میکند و به اندکی نخود برشته که همیشه در جیب دارد و 1 جرعه آب قناعت میکند. در اردو و یا در شهر تقریبا همیشه در بیرون است و بار عام میدهد و اگر در مجلس عام هم نباشد همه کس میتواند با پیغام یا بلافاصله عرض خود را بکند. سان قشون و تقسیم مواجب و لباس قشون را به شخص متصدی می شود و نمی گذارد صاحب منصبان به هیچ وجه من الوجوه دیناری رسوم و تعارف از سرباز بگیرند. هر ماه از اوضاع اطراف مملکت به او روزانه می رسد و خود نادرشاه با جاسوس هایی که در اطراف دارد مکاتبه می نماید. به علاوه در هر ایالت و شهر 1 نفر گماشته که هم کلامش می نامند. شغل او این است که مواظب اعمال و افعال حاکم بوده و آنچه را می بیند ثبت می کند. هیچ امر مهمی بی حضور این صاحب منصب نمی گذرد و به غیر روزنامه که حاکم هر ماهه باید بفرستد، هم کلام هر وقت لازم بداند روزنامه خود را علاهده میفرستد و به حاکم اطلاع نمیدهد. مواجب و رسوم مقرر برای این خدمت نیست. تلافی خدمت و مجازات این صاحب منصب بسته به نظر شاه است. این تدبیر فوق‌العاده خیلی حکام را از تعدی به رعیت و خیال و خیانت و شورش مانع می شود. اما به طور کلی مثل اینکه نادرشاه آدم فوق‌العاده
مهربون و نازک قلبی بوده، به خصوص نسبت به سربازان. کسایی رو که بهش خدمت میکردن و البته خوبم رفتار میکردن با دست گشاده اصلا غرق نعمت میکرده. با این وجود خیلی هم سختگیر و منظم بوده. کسانی رو که مرتکب خطای بزرگ میشدن به مرگ محکوم میکرده و اونایی رو که حالا گناهشون یه مقدار کمتر بوده مجازاتشون بریدن گوششون. البته هیچکس شخص فداکار رو فارغ از هر مرتبه و مقام و درجه‌ای که داشته نمیبخشیده و اجازه هم نمیداده که کسی توی کاراش دخالت کنه، مخصوصا برای مجازات و تحقیق در مورد شخص خطاکار. البته قبل از اینکه تقصیر اون شخص ثابت بشه از بقیه نظر میگرفته، ولی رأی رو خودش میداده. وقتی هم با قشون حرکت میکرده غذا و خوراک و خواب و نوشیدنی‌هاش مثل یه سرباز عادیه و همه صاحب منصبای خودش رو هم به همین رویه عادت داده بود. اما یه نکته جالبی که در مورد نادرشاه وجود داره و قبلا هم بهش اشاره کردیم قوی بنیه بودنشه، در حدی که معمولا مخصوصا توی قشون کشی‌ها تو هوای سرد صحرا روی زمین میخوابیده با یه بالاپوش که به خودش میپیچید و البته زین اسبش رو میذاشت زیر سرش. البته گاهی اوقات هم که توی جنگ ها سرعت لازم بوده خودش پیشاپیش همه حرکت میکرد و همه رو مجبور میکرد که به دنبالش به سرعت برن و البته موقع سفر و قشون کشی هم خب به شکل عجیبی خوشحالتر از آدم عادی بود. تو ادامه مطالبی که ازش نوشتن گفتن از ماندن در شهر به همان قدر که رفع خستگی قشون بشود شکایت میکند و بعد از رفع خستگی در حرکت قشون تعجیل زیاد دارد. غذای اون نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد. بعد از صرف غذا فوراً به کار مشغول می شود. کسانی که مواظب او هستند در روز 3-4 مرتبه عوض می شوند. هرگز در روز به هیچ وجه به عیش و طرب نمی پردازد، ولی دائما بعد از غروب آفتاب به اتاق خلوت می رود. موقعی هم که به خلوت می رفته معمولا 3-4 نفر دور و برش بودن که باشون غذا میخورد و شراب میخورد. درسته که گفتیم حالا یه مقدار شرابو دوست داشت، ولی بیشتر از 3-4 تا استکان جوری که گفتن نمیخورده، در حدی که اون هوشیاری خودش رو بتونه به خوبی حفظ کنه و البته مثل اینکه آدم شوخ طبعی هم بوده. اما نادرشاه یه عادت خیلی جالب داشته. بعد از زمان رسیدگی به کارهای حکومتی، زمانی که با نزدیکای خودش به خلوت میرفته و با هم مشغول وقت گذرونی میشدن، باهاشون صمیمی رفتار میکرده. توی اون مدت هیچکس حق نداشته از مسائل حکومتی و دولتی چیزی بگه. بقیه اوقات هم که توی مجالس عمومی نشستن، اون رفقای نزدیکی که توی خلوت با شاه وقت میگذروندن حق نداشتن صمیمیتی با شاه نشون بدن، یعنی برای هر چیزی یه چارچوبی مشخص کرده بوده. حتی میگن یک بار 2 نفر از کسایی که شبها کنار نادرشاه می نشستن توی یه مجلس عمومی بهش به حالت نصیحت حرفی رو میزنن که نادرشاه شدیداً عصبانی شد و دستور قتلشون رو داد. در موردشون هم گفت این مردمان سفیه که فرق مابین نادرشاه و نادرقلی را نمیفهمند قابل زندگی نیستند. البته با کسایی هم که توی صحبت توی خلوت سالات صمیمی بودن باش و راحت‌تر بودن در حد ادب صحبت می‌کرده و باز هم چارچوب رو نمیشکنده و بیش از حد مهربون بوده باشون. اما بیرون از خلوت هیچ ملاحظه‌ای وجود نداشته و با اونها هم مثل بقیه صحبت میکرد. اما یه نکته جالب دیگه یا یه داستان جالب دیگه هم که در مورد نادرشاه هست اینه که مادر نادرشاه توی سال 1737 میلادی زنده بود و به خواهش یه سری از اعضای خانواده صفوی که بهشون علاقه‌مند بود پیش نادرشاه میره و بهش میگه که آقا تو رو به اون چه که دوست داری بیا و شاه طهماسپ رو دوباره شاه کن. میگفت یقین دارم که پادشاه تلافی خواهد کرد و تو را تا آخر عمر سردار قشون خواهد نمود. نادرشاه از مادرش میپرسه که واقعا به چیزی که میگی باور داری؟ که مادرش میگه واقعا بهش باور دارم. نادرشاه میخنده و میگه اگر من هم پیرزنی بودم شاید همین خیال را میکردم، ولی خواهش دارم در امور دولت مداخله نکنید و به خود زحمت ندهید. زن نادرشاه عمه شاه طهماسپ و خواهر کوچیک شاه سلطان حسین صفوی بود و مثل اینکه یه دختر هم بیشتر از نادر نداشت. نادر چند تا بچه از سیغه ها و 2 پسر هم از زنی که قبلها داشت صاحب شده. پسر بزرگش رضا قلی میرزا 25 ساله از بچگی بین قشون بزرگ شده و از سربازی به تدریج
به درجه سرتیپی رسید و موقع قشونکشی نادر به هندوستان نایب السلطنه ایران شد. پسر دومش نصرالله میرزا اون زمان 21 ساله بود و اسمن حاکم مشهد و والی خراسان، ولی یه پیشکار داشت که همه امور به عهده‌اش بود. پسر بزرگش وقتی نایب بود فقط به مواجب نایب السلطنه‌ای گذران زندگی میکرد. به بقیه مناصب هم که رسید بیشتر از مواجب اون منصب خاص چیزی بهش نمیدادن و میشه گفت که پسر شاه بودن خیلی امتیاز اضافه‌ای بهش نمیداد. و البته نادرشاه هم بیشتر از بقیه صاحب منصبا بهش اعتنا نمیکرد و بهش اجازه داده بود با اونا نشست و برخاست کنه و بهش هم فهمونده بود که اگر تقصیری ازش سر بزنه یا از انجام وظایف خودش کوتاهی کنه به سختی بقیه مجازات میشه. هر چقدر رضا قلی میرزا از عهده خدمت برمی اومد بهش ترفیع میداد. کسانی که میشناختنش باور داشتن که به قدر پدرش نادرشاه در عالم مشهور خواهد شد، چرا که مکرر در جنگ‌ها شجاعت و تدبیر ظاهر ساخته و در زمان مهارت تمام امور مملکت را از پیش برد و تا مراجعت پدر مملکت را آرام و راحت نگاه داشت. اما توی صفات عجیب غریب نادرشاه حافظش هم خیلی جالبه. میشه گفت کمتر اتفاقی بود یا کمتر حرفی بود که از خاطر نادرشاه حذف بشه. همه صاحب منصبای نظامی رو به اسم صدا میزد و همه سربازهایی رو که یه مدتی نزدیک نادرشاه خدمت کرده بودن میشناخت و اگر به یک نفر محبت یا تنبیهی کرده بود توی ذهنش می. اما نادرشاه در حین جنگ یه سری عادتهای عجیب غریب و سخت هم داشت. یکی از توانایی‌های عجیب نادر توی جنگ این بود که خیلی راحت و خیلی زودتر از بقیه میتونست برنده و بازنده رو تشخیص بده و یکی دیگه از عادتهای عجیب و تصمیمات وحشتناکی که میگرفت این بود که اگر یکی از صاحب منصبای بزرگش قبل از پیروزی به دشمن از میدان جنگ فرار میکرد، نادرشاه به شخصه به سمتش میرفت و اون رو با تبری که همیشه دستش بود و البته توی مجسمش میتونید ببینید به قتل میرسوند و فرمان رو یا اون موقعیت رو به شخص دیگه‌ای میداد. توی همه جنگ و زد و خورده هم با وجود اینکه خودش جلوی همه نیروهاش میرفت زخمی نشد و جراحتی هم بر نداشته بود که این واقعا جای تعجب داره، در حالی که چند تا از اسب‌هایی که نادرشاه سوارش بوده کشته شده بودند و گلوله ها به لباسهاش خورده، ولی خود نادر هیچ وقت آسیبی توی میدون جنگ ندید. به نوعی میشه گفت دست نامرئی خدا همیشه مواظب نادر. اما حالا وقت اینه که پست رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید تا با هم به سراغ یه توصیف تصویری دیگه از ظاهر نادرشاه بریم. ویلیام کوکل درباره یه تصویر ظاهری نادرشاه می‌نویسه نادر در سال 1152 ریش و سبیل خود را خضاب می‌کرد، یعنی حنا می‌ذاشت، ولی در هر صورت خیلی جوان دیده می‌شد و در آن اوان تازه از 50 گذشته بود. عکسی اکنون در ایندیا آفیس موجود است که ظاهراً شبیه ترین عکس های اوست. 5 سال بعد عبدالله ابن حسین از سویدی که در نجف به حضور نادر رسید چنین اظهار داشته که در چهره نادر آثار سن و سال پیدا شده و چند دندان پیشش افتاده و خودش مانند شخصی 80 ساله دیده می شود و چشمانش فرو رفته بوده، ولی با این همه خوش‌اندام دیده می شده. بدون شک از سویدی که نسبت به نادرشاه غرض‌آلود بود درباره 80 سال خواندن آن پادشاه راه مبالغه پیموده. بازن از ندمای محرم نادر بود. او را در چند ماه قبل از کشته شدنش چنین تعریف می‌کند: ریشش که مشکی خضاب شده بود با موهای سفیدش متضاد دیده می‌شد. مزاجی قوی، قدی بس بلند و جسمی متناسب داشت. رخساره‌اش آفتاب سوخته و بیشتر از مستطیل مدور بود. دماغ عقابی و دهنی گشاد داشت. لب زیرینش پیش آمده، چشمانش کوچک، تیز و نگاهش زنده و نافذ و صدایش درشت و قوی بود که هر وقت می‌خواست به مناسبت موقع آن را ملایم می‌کرد. در مورد خضاب گذاشتن این رو بهتون بگم که برخلاف باوری که در مورد حنا دارید که همه حناها قرمزن، حنا رنگ‌های دیگه‌ای هم داره، مخصوصاً مشکی که نادر به ریشش می‌ذاشت. آنچه که دیدید و شنیدید توصیفات ظاهری و صد البته اخلاقی و روحی نادر. نظر شما در مورد نادرشاه افشار چیه؟